سلام، خیلی خوش اومدید به جلسه گام های مینور. از شود که تو جلسه قبلی بچه ما گام ها رو گفتیم، تئوری گام رو گفتیم که اصلا گام چیه، خب فواصل بینشون رو گفتیم و خلاصه تعریف های گام. بعد گام ماژور رو گفتیم، چطوری یه گام ماژور خودمون بسازیم. حالا رو بیشتر بحث میکنیم در موردش و بذارید من گام های مینور هم بگم. توی جلسه بعدی انشالله میریم سراغ این که خودمون یه گامی رو بسازیم و دیگه اون وقت با گام ها بیشتر آشنا شدیم. دوباره تعریف گام رو مرور میکنم چون خیلی مهمه. زنجیره از نوت‌های پیوسته، یعنی وسطش یادتونه من جلسه قبل یه دونه نوت رو جا انداختم، بعد گفتم بچه ها اشتباه نباید جا بندازی. حالا زنجیره پیوسته. آقا من میخوام یه گام بنویسم. ببینید لا، سی، دو، ره، می، فا، سل و لا. و اگه لای کج میشه بزرگی خودتون ببخشید دیگه، اینجا بذاتم در همین حده. خب آیا این الان گام هست؟ طبق تعریف گام ماژور نه گام هست یا نه؟ بله میگیم گام هست. از لا شروع شده به لا هم ختم میشه. حالا اگه برعکس هم بود هیچ مشکلی نداشت. خب الان میخوایم بچه‌ها بررسی بکنیم که آیا این گام ماژوره یا نه. الگوی ماژور یادتونه پرده پرده نیم پرده، پرده 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 نیم پرده شد. الان میخوایم بررسی بکنیم. خب میریم لا تا سی، خب پرده است، کاملا درسته. بعدی سی تا دو ا، نیم پرده شد که گفتیم پرده پرده نیم پرده، یعنی یه پرده اینجا جا میفته. پس این گام ماژور هم نیست. پس چیه؟ تابلو دیگه بچه‌ها. توی این جلسه میخوایم در رابطه با گام های مینور صحبت بکنیم. خب اینا مشخص بکنیم. دو تا ره، ره تا می، می تا فا، فا تا سل، سل تا لا شد. پرده نیم پرده، پرده پرده نیم پرده، پرده پرده. این میشه بچه ها نمونه یک گام مینور. تمام. ماژورها چطوری الگو داشتن؟ مینورها هم الگو دارن. نشونشون چیه؟ همون اول کار شما بلافاصله نیم پرده میبینی، یعنی پرده اولی رو میکشی میگه خب اوکی، شکت میره به ماژ بعد نیم پرده شد. پس گامم چی بوده؟ مینور بوده. طبق چیزایی که الان بلدیم گفتم ماژور و مینور بازم خودشون تقسیم بندی میشن که با اونا فعلا کاری نداریم، جلسات بعدی ان. ولی خب ببینید گام مینور خب چطوری الگوش به این صورته. قشنگ نگاه بکنید، خوب دقیق حفظش بکنید و بعدا میریم سراغ این که یه گام مینور خودمون بسازیم. عرض شود که یه سری کارهای دیگه انجام بدیم و خلاصه در رابطه با گام ها خیلی چیزهای مختلفی قراره با هم دیگه یاد بگیریم چون گام مبحث پایه‌ایه. خب زیاد صحبت نکنم، بریم از جلسه قبل یه دونه گام بسازم براتون از یه نوتی. خب و بعد بریم سراغ این که یه کوچولو دستکاریش بکنیم. اگر به مشکل خوردیم میتونیم دستکاریش بکنیم. حالا با چی جلوتر میگم. ببینید من یه ر می نویسم، یه دونه می نویسم، یه دونه فا، سل، لا، سی، دو. بله آیا این گام هست؟ بله گام هست. ببینیمش یه لحظه. آیا این گام هست؟ بله هست. هیچ تو طبیعیه، گام پشت سر همه زنجیره است، هیچ کدومش جا نیفتاده. میخوایم بریم سراغ این که چیکار بکنیم، الگوش رو پیدا بکنیم. خب ببینیم بچه‌ها پرده نیم پرداش اگه بکشیم ر تا می میشه یک پرده، می تا فا نیم پرده تا اینجا درسته، فا تا سل یک پرده، سل تا لا یک پرده. حالا خب رسیدیم به یه جایی که به مشکل میخوریم. لا تا سی چقدره بچه‌ها؟ لا تا سی یک پرده است، ولی نگاه کنید اینجا توی الگومون باید نیم پرده ای باشه. پس چه اتفاقی میفته؟ ما باید دستکاری بکنیم. حالا من یه مثال از دستکاری براتون میزنم اینجا فعلا، چون گام های ماژور رو گفتیم، گام های مینور هم اینجا تقریبا داریم توضیح میدیم. الان وقتشه که این مثال براتون بزنم. خلاص خب به نظرتون چیکارش بکنیم؟ ببینید الان به مشکل خوردیم. خب فرض کنید این نوتلاه، من یه دونه سیم بکشم اینجا، این چرا میاد هی برمیگرده. این نوتلاه، این نوت سیه، ببینید فاصله دارن، این نوت دوه، این هم نوت ره. خب دقیقا اینجا بزنیم من بنویسم، ببخشید لا، این چرا رفت بالا، بیا پایین دیگه این گاهی وقتا
تکنولوژی هم به مشکل میخوره. این سی، این دو، این امره. شد. حالا ما میخوایم چه اتفاقی برامون بیفته؟ ببینید لات سی یک پرده فاصله است، میخوایم نیم پرده بشه. آقا تا قبلمون درست بوده، از اینجا به بعد مشکل داره. یعنی ما تا لا اوکی بوده، همه چی تا لا اوکی بوده، رسیدیم به سی مشکل ساز شد. باید نوت سی رو دستکاری بکنید بچه ها. یادتون باشه شما اگر اومدی لا رو دستکاری کردی تمام قبلی ها هم ریختی به هم. خب مثل دومینوه، اگه آخری ها مثلا دستت بخوره بیفته، شروع میکنه میره تا اول کارتو خراب میکنه. خب دقیقاً کارتو خراب میکنه. این از این بس شد. پس میایم چیکار میکنیم؟ سی رو دستکاری میکنیم. چطوری؟ گفتیم قبلا ابزارهامون چی بودن؟ دیز و بمول. خب باید دستکاری بکنیم. آقا میخوایم نیم پرده بشه، فاصله اینجا نیم یک پرده است، میخوایم بشه نیم پرده. چیکار بکنیم؟ خب لارم نمیتونی دستکاری بکنی دیگه، خیلی تابلوه. باید سی رو دستکاری بکنیم. ببین فاصله زیاده، میخوایم کمش بکنیم، میخوایم سی رو ببریم عقب. از عقب بردن باید بفهمید که از کدوم ابزار باید استفاده بکنید. از چه ابزاری؟ باریکلا، از ابزار بمول باید استفاده بکنید. پس چی کار میکنم؟ میام سی رو بمول میکنم، میارمش اینجا. ببینید سی بمول شد. چی کارش کردم؟ سی رو دستکاری کردم به خاطر اینکه نمیتونستم. شد سی بمول. و حالا که سی بمول شد، پس هر سی توی گام منم هست باید بمول بشه. خب هر یعنی چی؟ یعنی برو سر کلید سی رو بمول کن. پس من یه دونه بمول هم باید اینجا بذارم. تمام. الان ببینیم الگو درست میشه. الان سی بمول شد، درسته؟ من بیام یه کوچولو بالاتر که شما ببینید توضیحاتو خیلی دیگه ریز و دقیق توضیح دادم. خب الان لات سی ما چه تغییری کرد؟ ببینید لات سی ما چی شد؟ لات سی بمول شد. یعنی چی شد؟ یعنی تبدیل شد به نیم پرده. نیم پرده شد. خیلی پررنگ بکشم که یعنی دستکاری شده است. حالا اینجا هم از دو اومد عقب. شما اگه اینو در نظر نگیرید، خب نوتمون میشه این. حالا فاصله بین سی بمول تا دو چقدره؟ سی تا دو نیم پرده بود، درسته؟ سی رفت عقب‌تر، از دو دور شد، فاصله شون زیاد شد. خب نیم اگه بخواد فاصلش بیشتر بشه خب میشه یک دیگه، درسته؟ پس سی بمول تا دو هم یک پرده فاصله دارن. اینم از این پردهشو بکشیم و دو تا ره هم که دیگه طبیعی و عادیه، میشه یک پرده. الان الگو درست شد؟ بله. پرده نیم پرده، خوب چکش کنیم با بالایی. پرده نیم پرده. تمام شد. امیدوارم که از این جلسه هم بهره کافی برده باشید، خوب یاد گرفته باشید. اینم میشه بحث گام های مینور، همون گام منتها الگوش متفاوته، یعنی با الگوی ماژورها متفاوته. گامی است چی بگم که الگویی دارد و ما اسمشو میگذاریم گام مینور، گام کوچک. شد. امیدوارم که از این جلسه هم لذت کافی برده باشین و آماده باشید در جلسه بعدی که میخوایم مقایسه بکنیم، دوتا رو با هم دیگه ببینیم و یه سری گام ها رو با هم دیگه بسازیمشون. و اینو بگم یه سری نکات پیشرفتی تا در رابطه با گام هم بهتون خواهم گفت.